أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما در جزء اول در سوره بقره رسیدیم. الحمدلله سوره فاتحه را خلاص کردیم. در سوره بقره موضوع اساسی سوره چی هست؟ وقتی ما و شما در یک سوره میم، اول موضوع اساسی از او را سرش بحث میکنیم، به خاطر از اینکه اگر موضوع اساسی یک سوره را بفهمیم، باز باقی مانده اما تمام سوره در این موضوع تقسیم بندی میشه و این موضوع را بر ما بیان میکنم. این حال سوره بقره سه موضوع اساسی داره که این موضوعات از این ما و شما باید بفهمیم. دو موضوع در جزء اول است و یک موضوع هم در جزء دوم است که ما و شما دو موضوع اولش که در جزء اول است سر از این ان شاء الله بحث میکنیم. خب در جزء اول موضوع اول چی هست؟ در جزء اول موضوع اولش دعوت قرآن هست. مقصد از این دعوت هست و تقسیم مردم در مقابل از این دعوت است. یعنی الله متعال دعوت قرآن را بیان میکنه که قرآن به چی دعوت میکنه. وقتی که را بیان کرد در مقابل از این دعوت مردم چه قسم تقسیم شدن، تقسیمات مردم را بیان میکنه که چه قسم و به این شکل بیان میکنه که مقصد از این دعوت چی هست. وقتی که قرآن عظیم شان دعوت توحید بیان میکنه، مقصد از این دعوت چی هست؟ این موضوع اول سوره چی هست؟ سوره بقره هست. موضوع دومش خلافت انسان در روی زمین بیان میکنه. از کجا شروع میشه؟ و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این خلافت انسان در زمین بیان میکنه. باز بیان میکنه که وقت خلافت به بنی اسرائیل رسید، چرا خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد؟ بنی اسرائیل برشان خلافت رسید، خلافت زمین برای اینا تعلق گرفت و چرا از پیش از اینا این خلافت گرفته شد؟ و یعنی نمونه از خلافتی که چی شد؟ خلافت ناکام بنی اسرائیل بیان میکنه. و سومی مثالی که در این قسمت هست خلافت ابراهیم علیه السلام بیان میکنه که ابراهیم علیه السلام وقتی که برش حکم الله بیان شد، ابراهیم علیه السلام تمام حکم الله را بالای خود تطبیق کرد و به شکل منظم آنچه که برش حکم داده شده بود او را بر مردم رساند. خب این حال اینی سه چیز همو موضوع اساسی سوره بقره هست. و موضوع سپاره دوم است که باز موضوع سومی است که بازو در جزء دومیه که بازو را ما و شما انشاءالله در وقت رسیدن از او باز ما براتون بیان میکنم. خب حال وقتی که ما و شما دو موضوع اساسی سپاره اول بیان کردیم، این در چند مطلب میخوانیم. مطلب اول که دعوت قرآن و تقسیم مردم در مقابل از دعوت است بر ما و شما بیان میکنه. دعوت قرآن چی هست و مردم در مقابل از چه قسم موقف گرفتن. از آیت اول الی آیت 20 سوره بقره هست. شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی میگه الف لام میم. الف لام میم علما میگن که الف لام میم حروف مقطعات است. ما در عباره چی میگیم؟ الله اعلم بمراده. الله اعلم بمراده. ما همه قدر میگیم، اضافه در عباره معلومات نداریم. خب اگر یک کسی میگه که چرا میگین الله اعلم بمراده و تو چرا نمیفهمی؟
من میگم به خاطر ازی من نمیفهم که اگر ما استاد هستم یا در پوانتون تدریس کردیم یا دعوت کردیم یا بالاخره چندین سال درس دادیم، من در مقابل قرآن جاهل هستم. من نیاز دارم به علمی که در قرآن هست، من نیاز دارم به آنچه که در قرآن هست. از این خاطر من به خاطر ازی که از این قرآن استفاده خوب کرده برم، باید در اول به جهل خود اعتراف بکنم و بگویم که الله اعلم بمراده. اینمی حروف الله مرادش میفهمم، من نمیفهمم و من این قبول دارم، رد نمیکنم، پس من تسلیم هستم. به این حروف چی حکمت است؟ حکمتش الله میفهمه. من امی قدر میگم که الله اعلم بمراده و ما به مراد الله و به حکم الله تسلیم هستیم. خب ذالک الکتاب لا ریب فی، اینجا ذالک الکتاب، امی کتاب، کدام کتاب؟ قرآن عظیم شان. لا ریب فی، در این شک نیست، هدی للمتقین. در اینجا صفتهای سیگانه قرآن میگه، یعنی 3 صفت قرآن بر ما معرفی میکنن. صفت اول این قرآن چی است؟ که این کتاب بسیار عالی مرتبه هست. از کجا میگه که این عالی مرتبه هست؟ میگه ذالکه که هست. وقتی ما در زبان عربی یکی ذا داریم میگیم هذا، این. وقتی که میگیم ذالکه یعنی اون. چی معنی اون؟ یعنی چیزی که بسیار مقامش چی است؟ بلند است. اینجا نگفت که هذا الکتاب لا ریب فیه، گفت ذالک الکتاب، امی کتاب، آن کتابی که بسیار چی دارم؟ این مکانت و مقام با عظمت داره. پس این اول از کلمه ذالکه ما چی رو فهمیدیم؟ که یعنی این کتاب است که مقام و منزلتش بسیار بالا هست. اصلش در لوح محفوظ هست که از اون جبریل امین از الله متعال گرفته و به امین آسمان به امین زمین آورد که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خب دوم الف لام در الکتاب، ذالکه را خب فهمیدیم. الکتاب چی میگه؟ میگه الف لامی که در کتاب است، ای به معنای جنس است، یعنی ای کتاب که هست کتاب کامل هست. الف لام جنس است، یعنی جنس از این کتاب چی است؟ این کتاب کامل است، چون کتاب دارای مقام عالی است. کسی که بالای او این کتاب نازل شده و کسی که به این کتاب ایمان آورد و کسی که اندیشه و عقیده خدا از این کتاب میگیره، این مقام عالی می داشته باشه. پس این کتاب بلند مرتبه هست و این کتاب کامل هست و کسی که از این کتاب استفاده میکنه الله بر از او مقام و منزلت میده. سوم نقطه که در اینجا بیان میکنن موجودیت و کتابت اصل آن در لوح محفوظ به نزد الله است که توسط امین آسمان و امین زمین که محمد صلی الله علیه و سلم است نازل شده. خب گفتیم ذالک الکتاب. دوم موضوعی که بیان میکنه میگه لا ریب فیه، در این کتاب شک نیست. یعنی در این کتاب، در خود اصل کتاب هیچ شک نیست. این کلام رب العالمین هست، واضح هست، روشن هست. این که دیگرها خودشان شک میکنن، اونا در فهم ازی، در دانستن ازی و در فهم خود شک میکنن. اکثر شما همی انسان هایی که مثلا باور ندارن با قرآن و باور ندارن با دین، اینا رو که ببینید اکثرا اگر از قرآن گپ میزنن و از الله و از پیغمبر از اینا گپ میزنن، اینا انتقاداتشان کلشان سر چی هست؟ سر از امو فهم غلط خودشان است. خودش غلط فهمیده، امو فهم غلط خود انتقاد کرده میره. شما خوب دقیق شوید این نقطه. من وقتی میخواستم که جواب از یارا بگویم، یعنی جواب همین کسایی که باور ندارن، میدیدم که اینا چند مشکل دارن، مشکلات اخلاقی و مشکلات ادبی و مشکلات اکادمیک و مشکلات علمی بیایشان یک طرف بگذارن. اصل مشکلشان مشکل فکری از اینا در چی هست؟ که اینا قرآن نقد نمیکنن. که اگر اینا بیان مثلا بگن که قرآن مثلا من در اینی جای قرآن که الله گفته هست اینی قسم من این نقد میکنم، او امو فهم غلط خود نقد میکنه. خودش غلط فهمیده، باز پس میخیزه امو فهم غلط خود نقد میکنه و میگه که این غلط است، این غلط. بله، آنچه که تو میگی غلط فهمیدی، امو غلط تو غلط است برای تو و غلط هم هست. اگر میخوایی که تو هدایت شوی، باید آنچه که قرآن میگه ایره به شکل واقعیش باید بفهمیم. پس صفت دوم قرآن در این آیه چی شد؟ که ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این قرآن
شک نیست. هیچ. صفت سوم قرآن عظیم شان چی است؟ قرآن کتاب ساینس است، کتاب تاریخ است، کتاب جغرافیا است، کتاب چی هست؟ میگه این کتاب هدایت است. در قرآن هدایت است. بله، مثال هایی که در قرآن میتونه، از این مثال هایش یک انجینیر استفاده کرده میتونه، یک دکتر استفاده کرده میتونه، یک زبانشناس استفاده کرده میتونه، یک ساینسدان استفاده کرده میتونه، لکن این کتاب هدایت است. گروه گل کردی بس پس روشن نکردیم. پس این فهمیدیم که قرآن عظیم شان کتاب هدایت است. آل مردم در قسمت قرآن تقسیم بندی شدن. تقسیمات مردم در مورد قرآن عظیم شان، با نزول قرآن عظیم شان مردم تقسیم شدن. چند تقسیم شدن؟ 3 تقسیم شدن. چند تقسیم؟ 3 تقسیم. مردم های طیب، خبیث، اخبث. طیب پاک، خبیث کافر و بیدین و اخبث منافق. اینجا آل برای ما شما آیات قرآن میگه که مردم در این قسمت به 3 بخش تقسیم شده. آل قسم اول انسان های طیب هستند. خب ما میخوایم که صفات انسان های، یعنی قرآن عظیم شان برای ما بیان میکنه که این صفات انسان های پاک است، کوشش کنی صفات داشته باشیم. این صفات انسان های خبیث است، کوشش کو که این صفات ها اگر هستی خدا بکش دی صفات ها داخل نباشی. سومش صفات انسان های اخبث است که منافقین است. صفاتایشان بیان میکنه که اینی صفاتشان است، اینی علاماتشان است. کوشش کو که منافق از این صفات بشناسیم و خودت این صفات در وجودت نداشته باشیم. پس اینجا قسمت اول وقتی که هدایت قرآن هدایت از برای کی هست؟ هدی للمتقین. اول قرآن عظیم شان هدایت از برای کی؟ برای متقیان. صفت اولشان متقیان است. انسان متقی کسی که از تمامی زشتی های فکری، زشتی های قلبی، زشتی های زبانی، زشتی های بدنی، زشتی های مالی، زشتی های قانونی خود وقایع میکنن. این متقی میگن. متقی کی هست؟ الله متعال معرفی میکنه که صفت انسان های طیب موحده در 6 صفت بیان کردن. کسایی که خدا وقایع کردن، وقتی که وقایع کردن، چی وقایع کردن؟ از امراض فکری خدا وقایع کردن، از امراض قلبی خدا وقایع کردن، از امراض بدنی خدا وقایع کردن، از امراض زبانی، زبان بسیار خوب و پاک و عفیف دارن، در زبانشان دشنام و بد و گپا نیست، از این چیزها خدا وقایع کردن. همچنان در مال خود در حلال استفاده میکنه مطابق حکم الله، در چیزی که نادرست است و غلط است از این خدا وقایع کردن. و اینمی قسم قانونی که قانون و شریعت الهی سوره قبول میکنن و از قوانین غلطی که نفسانی و زاده نفس و خواهشات و تکبر و تعصبات است از این خدا حفظ میکنن. پس این انسان متقی توسط قرآن عظیم شان هدایت میشن که اینا موحدین واقعی هستند. چند صفتشان بیان شده؟ 6 صفت دارن. صفت اولشان چی است؟ الذين يؤمنون بالغیب. اول صفتشان ایمان به غیب است. دوم صفتشان چی است؟ این عبادت فکری و قلبی هست. یؤمنون بالغیب، قلبش و فکرش این جور کرده. الذين يؤمنون بالغیب. این حال کسی که میخواه که انسان با تقوا باشه، تا وقتی که ایمان به غیب نداشته باشه ای با تقوا شدن نمیتونه. کسایی که همیشه میخواهن که مثلا برای هر چیز دلیل مادی داشته باشه، تنها محسوسات معقولات در نظر میگیره، این هدایت نیست. هدایت کسی هست که با فوق حس و عقل که وحی الهی است به او چی داشته باشه؟ به ایمان داشته باشه. این صفت اول متقی است. الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. دیگه از صفتشان چی است؟ یقیمون الصلاة. صلات ممثل عبادات بدنی هست، یعنی تمام عبادات های بدنی را این انجام میده. چرا؟ این از حقوق توحید است. اگر شما موحد هستین، حق توحید است که اوامر الله را انجام بدین و از نواهی خدا دور بسازین. صفت سومش چی است؟ عبادت مالی هست. و مما رزقناهم ينفقون. از آنچه که الله میگه ما بر از اینا رزق دادیم از او نفقه میکنن، یعنی در آنچه که الله برش اجازه داده مصرف میکنن. اسراف نمیکنن، تبذیر نمیکنن. اسراف چی است؟ زیاده روی در حلال. تبذیر چی است؟ مصرف مال در حرام. نه تبذیر میکنن نه ایره میکنن. و بخیلی هم تقدیر اصطلاحات اقتصادی قرآنی هست. اصطلاحات اقتصادی قرآن چی رو میگه؟ انفاق، مصرف کردن در راه الله. تبذیر، زیاده روی در حلال.
چیز اسراف، زیاده روی در حلال، تبذیر، مصرف مال در حرام و تقدیر، بخیلی کردن در نفقه فامیل و اولاد خود، بخیلی کردن، ایره باز تقدیر میگه. این اصطلاحات باید بفهمیم. اینا الله متعال بر ما معرفی کرد: الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. دیگه صفتشان چی است؟ که یؤمنون بما انزل الیک، اینا به وحی جلی و خفی، یعنی قرآن و سنت به اردوی از انزل الیک گفتن. اینا انزل الیک تنها قرآن نیست، سنت هم است. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیات قرآن برش گفته میشه که و ما چی هست؟ بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله متعال میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس آن چیزی که پیغمبر میگه بالایش وحی است. وقتی که پیغمبر میگه که نماز صبح چند رکعت بخواین، پیشین چند رکعت بخواین، از دل خود نمیگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی، وحی بالایش میشه. این وحی چی میگن؟ خفی میگن. پس انسان‌های متقی کسایی هستن، مؤمنین موحدینی که به وحی جلی و خفی، به قرآن و سنت، به اردویش ایمان دارن. چرا؟ اردویش انزل الیکه هست، به رسول الله صلی الله علیه و سلم اردویش نازل شده است. اینا اگر یک تعداد میگه ما قرآنی هستیم و ما احادیث قبول نداریم، برشان میگیم شما به آیات قرآن شما کافر شدین. چرا؟ شما به ما انزل الیکه باور ندارین. چون بر رسول صلی الله علیه و سلم تنها قرآن عظیم الشان نازل نشده. وقتی که برش میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسئله دینی صحبت میکنه بالایش وحی میشه که بر میگه که زکات چقدر هست. مثلا الله گفته و آتوا زکات، زکات بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شطور اینقدر زکاتش است، از این حیوانات اینقدر است، از طلا اینقدر است، از نقره اینقدر است. این کلش رسول الله صلی. از کجا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ آیا همو پیغمبر امی و ناخوان نبود که مشهور بودن به نام امیین؟ بله بود، ولی این علم بزرگ از کجا کرد که مقدار کلش از ذره ذره را بیان میکنه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس صفت چهارم چی است؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک. صفت پنجم چی است؟ و ایمان به پیامبران و به کتاب‌های قبلی. و آنچه خب صفت پنجم که به پیغمبر الیکه است. سعی کن از الیکه چی رو یاد میگیریم؟ این صفت دیگه است. والذین یؤمنون بما انزل، به ما انزل خو ایمان داره. الیکه، از الیکه چی میشه؟ یعنی ایمان به خود شخص پیغمبر. این صفت پنجمی هست که به خود شخص پیغمبر هم ایمان داره. و صفت ششم چی است؟ و ما انزل من قبلک، و آنچه که قبل از تو نازل شده است که او کتاب‌های قبلی هست، به او هم ایمان دارم. الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. صفت هفتمشان این صفت، 7 صفت دارن. صفت هفتمشان چی است؟ به آخرت یقین دارن، یعنی در آمدن آخرت هیچ شک ندارن. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آن نتیجه چی میشه؟ اسم انسانهای طیب یعنی مؤمنین موحد نتیجه چی دارن؟ نتیجه داشتن صفتهای انسانهای طیب. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. این برای انسانهای طیب یک پاداش در دنیا هست و یک پاداش در آخرت است. در دنیا هدایت حاصل میکنن. اولئک، امی گروه الله شهادت میده که علی هدی من ربهم، اینا به هدایت هستن. و پاداش اخرویشان چی است؟ انسانهای طیب مفلحین هستن. سعادت دنیا هم برشان حاصل شد و سعادت آخرت هم حاصل شد. خب قسم اول فهمیدیم. حالا میایم در قسم دوم. در قسم دوم الله متعال انسانهای خبیث معرفی میکنه، یعنی کافرایی که به اساس ظلم و تجاوز و تعدی و تکبر و تعصب، اینا قلبهایشان در آیت دیگه قرآن میگه کلا بل ران علی قلوبهم، یعنی قلبهای از اینا را زنگ زد، قلبشان سیاه شد. چی معنی؟
معنای است یک نفر بسیار گناه میکنه، وقتی که گناه میکنه یک نقطه سیاه در قلب از گذاشته میشه، یک نقطه سیاه. اگر امی توبه کرد، امی نقطه سیاه پاک میشه با اساس توبه. اگر نکرد با گناه دومی 2 نقطه 3 نقطه شه. این حال بعضی کسا هست که با گناه و با ظلم و با جنایت زیاد و تکبر و تعصب این قلب ازی کاملا کلا بل ران علی قلوبهم، بالای قلب های از اینا این مهر به خاطر چی گذاشته شده؟ ما کانوا یعملون. این الله متعال میگه ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر شدن، سواء علیهم برابر از بر از اینا، انذرتهم اینا را بترسانی ام لم تنذرهم یا نترسانی، لا یؤمنون ایمان نمیارن. چرا ایمان نمیارن؟ چرا یا صفات بسیار خطرناک دارن. اول صفتشان این هست که اینا کفر اختیار کردن، به شکل تعصبی و تکبری اختیار کردن. برشان حق بگویم قبول نمیکنه، که نگویی هم قبول نمیکنه. دیده باشین بسیار برای یک کس مثلا همین درس توحیده برای یک انسان مسلمان ببر، این انسان ایره میشنوه و قناعت میکنه و در چشماش قطرات اشک جاری میشه. اما پیش از کافر متعصب وقتی که ببری یک داتا دشنام میدید، یک داتا بدم میگه و ردم میکنه. چی میگه شاعر؟ میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورهزار خس. باران هم یک باران است، لکن در دشت میبینی که گلهای لالمه، در شورهزار وقتی که بینی خس و خاشاک است. اینا استفاده نمیکنن. چرا کسایی که کافر شدن، کفر تعصب و کفر تکبر و کفر غرور، اینا میگه اینا را بترسانی یا نترسانی، لا یؤمنون. چرا؟ به خاطر ازی که اینا به اساس که زیاد تعصب و تکبر و گناه کردن قلب از اینا سیاه شد. الله متعال ختم کرد بالای از اینا، مهر نهاد. چرا؟ الله غنی هست از عالمین، احتیاج برای کسی است. وقتی کسی زیاد کفر بکنه، الله متعال بیخیر کل راه ها را با سرش بند میکنه. ختم الله علی قلوبهم، بر قلب هایشان مهر نهاده شده، و علی سمعهم، به گوشایشان مهر نهاده شده، و علی ابصارهم، به چشمایشان هم پرده هست. کل چی است؟ کل ازی موانعی است که این حق نمیبینه، قلبش درک نمیکنه حق، چشم گوشش حق نمیشنوه، باطل خوب شنیده میره باطل، و چشمش هم حق نمیبینن. و لهم عذاب عظیم، برشان نتیجه چی است؟ نتیجه از اینکه جزای دنیاییشان چی است؟ مهر شدن در قلب هاست، و جزای اخروی چی است؟ که عذاب دردناک است. آل قسم سوم الله متعال معرفی میکنه. قسم سوم کدام مردم هست؟ میگه انسان های اخبث منافقین هستند. منافقین کدام مردم هستند؟ میگه این است که این صفات دارن، منافقه بشناسین. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. صفات اول منافقین ادعای ایمان دروغی است. وقتی که میگه ما ایمان آوردیم به الله و به یوم آخرت، الله میگه دروغ میگن، اینا مؤمن نیستن. صفت دوم منافق چی است؟ فریبکاری هست. یخادعون الله، فریبکاری میکنن با الله و الذین آمنوا، با کسایی که ایمان آوردن. و ما یخدعون، و اینا فریبکاری نمیکنن الا مگر انفسهم، با نفسهایشان. و ما یشعرون، اینا میگه حتی امو شعور حیوانی را هم ندارن. یک حیوان امو نفع و ضرر خدا خوب میفهمه، اینا حتی امو نفس، حتی امو شعور حیوانی، عقل خلاص شده، حتی امو شعور هم ندارن. این صفت دومشان فریبکاری. صفت سوم منافق چی است؟ قلبی بسیار مریض دارن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اینا قلبشان، قلب مادی رو نمیگیم، قلب معنوی از چی است؟ مریض است، مرض نفاق، مرض درویی، مرض کفر. فزادهم الله مرض، الله هنوز مرضش زیاد میکنه. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، برشان عذاب دردناک است به سبب کذبشان. صفت چهارمشان چی هست؟ صفت چهارم منافق با وجود ازی که مفسد است ادعا میکنه که من صالح نه بلکه من مصلح هستم. یکی صالح است، یکی مصلح. صالح کسی است که خودش خوب آدم است، مصلح او است که دیگران را دعوت میکنه به حق. یا با چی میگن؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بر از این منافق بگویی که شما فساد نکنین در زمین، قالوا میگوین انما نحن مصلحون، یقینا که ما و یقین مصلح هستیم، فاسد خو نیستیم، مفسد خو نیستیم، حتی صالح هم که از اون که بالاتر مصلح هستیم. الله متعال میگه خب الا انهم، صفت پنجمشان چی است؟ بیخبری و جهل از اینمی جنایاتشان. الا انهم هم المفسدون، الله میگه آگاه باشین که اینا فسادکار هستن، ولکن لا یشعرون، ولکن جاهل هستن، از امی جهل خود یه شعور ندارن. صفت ششم منافق چی است؟ مسلمان ها را به جهل و بیدانشی چی میکنن؟ متهم میکنن. خودش بیدانش، خودش جاهل است، لکن مؤمنه چی میگن؟ که اینا جاهل هستن.
و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی برشان گفته میشه که ایمان بیارین مثل که انسان ها دیگه ایمان آوردن، مسلمان ها، قالو میگه انؤمن کما آمن السفهاء. این دیگه صفات منافق است که مؤمنین به سفاهت و بیعقلی و جهل و حماقت توصیف میکنن. این صفت منافقین است. الا الله متعال میگه شما مسلمان ها خفه نشین، الا آگاه باشین، انهم هم السفهاء، خود این منافق جاهل است، خودش احمق است، خودش بیشعور است، ولکن لا یعلمون، لکن علم نداره. اگر علم میداشت این گپ نمیگفت. صفت هفتم منافق چی هست؟ درویی هست. پیش مسلمان است، پیش کافر که رفت کافر است. و اذا لقوا الذين امنوا، وقتی که با مؤمنین ملاقات میکنن، قالوا آمنا، میگه این ایمان آوردیم، ما مسلمان هستیم، در پیشانی ما کفر نشته است؟ نشته نیست. کجا در پیشانی کی کافر نشته هست؟ و اذا خلوا الى شیاطینهم، باز وقتی که پیش شیطانای خود رفت، باز به اون شیطان بزرگ خود، باز برای چی میگه؟ انا معکم، مخکت شما هستیم، انما نحن مستهزئون، مخکت شما هستیم، ما دموکرات هستیم، سوسیال دموکرات هستیم، لیبرال دموکرات هستیم، کمونیست هستیم، ما بیدین هستیم، ما مچم اصطلاحات عجیب غریبی بر خود کشیدن. صفت هشتم منافق چی است؟ استهزاء و تمسخر است. همیشه تمسخر به هر چیز مقدسات و به اسلام و به اساسات دینی استهزاء میکنن و با مسلمان ها استهزاء میکنن. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. آن الله متعال در مقابل استهزای از اینا میگه که الله یستهزئ بهم، الله اینا رو به استهزا میگیره، خودشان رو رسوا میکنه، در بدرشان میکنه. از این خاطر منافقین روز به روز کشف شده میرن. فی و یمدهم فی طغیانهم، و بر از اینا فرصت میده که در سرکشی خود اموت دامه داشته باشن. صفت نو منافق چی است؟ اختیار و گمراهی و دلالت است، به وجه هدایت. اولئک الذین اشتروا الضلاله، منافقین کسایی هستند که خریدن امی سرمایه ایمان خدا فروختن، عوضش گمراهی را خریدن در مقابل عزیز دادن چی؟ بالهدى، در مقابل هدایت. فما ربحت تجارتهم، پس فایده نکرد بر از اینا تجارتشان، هیچ منفعت نکرد بر از اینا تجارتشان. فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدین، و اینا هدایت نیستن. خب این نوع صفت منافقین گفتیم. نتایج و جزای منافقت چی هست؟ این کسی که منافقت میکنه الله متعال بر از چندین جزا میده. اول جزایشان عدم قبول ایمانشان، و ما هم بمؤمنین. دوم جزایشان صفت لاشعوری را میگیرن که الله برشان میگه و ما یشعرون. این چی است؟ این از شهادت الله هست. سوم مستحق شدن عذاب دردناک، الله میگه ولهم عذاب علیم. چهارم گرفتن لقب مفسد، الله سرشان شهادت میده که این منافقا الا انهم هم المفسدون. دیگه لقب سفاهت و جهالت، الله میگه که الا انهم هم السفهاء، الله میگه اینا جاهل هستن. دیگه است مستحق شدن استهزاء و هلاکت، الله یستهزئ بهم. جزای هفتمشان چی است؟ که اینا طغیان هستن، طاغوت هستن، فی طغیانهم یعمهون. جزای دیگهشان چی است؟ گرفتن لقب علاقمندان و خریداران گمراهی، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى. جزای دومشان چی است؟ نقص کنندگان در تجارت، تجارتی که میکنن تجارتشان بیفایده است. فما ربحت تجارتهم. و جزای 11 چی است؟ که اینا از هدایت محروم هستند و ما كانوا مهتدین. جزای 12 چی است؟ از دادن نور و باقی ماندن در تاریکی های کفر. یعنی اینا در چی میمانند؟ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. میگه شما دیده باشین منافقین مثل کی وارست؟ مثل یک نفر در یک دشت، شما ببینید یک دشت تاریک است، تاریک است، و اینجا شما در نصف شب مثلا هستین، در اینجا ببینید که اگر یک به خاطر تاریکی، همین کسی که در تاریکی اینجا مانده، همین یک چراغه که روشن میکنه یا یک آتش در میته، باز شمال میشه و باران میشه، ایره میبره. منافق کل زندگیش این قسم هست، در تاریکی روشن میشه و گل میشه، از پیش روشن میشه و گل میشه. مثلا هم میگه مثال از اینا که مثل الذی استوقد نارا، مثل کسی که یک آتش روشن کرد، فلما اضاءت ما حوله، وقتی که امیر روشن کرد اطراف از اینا، ذهب الله بنورهم، الله امیر روشنی از اینا را میبره، و ترکهم فی ظلمات، اینا را در تاریکی ها میگذارن، لا یبصرون، که هیچ چیز نمیبینه. جزای 13 منافق چی هست؟ صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینا کی هستن؟ کران حقیقی هستن، ناشنوای.
و بسیاری کسا کر است، مؤمن است، بسیاری کسا مثلا نابینا هست، خوب حافظ قرآن است و خوب دین از ما تو که خوب میفهمه. مثلا بعضی کسا گنگ هستن لکن با اشاره خود میگه که الله یکی است، اما اینا چشمام دارن، گوشام دارن، همه چیز دارن، لکن اینا ناشنوای حقیقی، نابینای حقیقی هستن و گنگهای حقیقی هستن. جزای چهارمشان چی است؟ که یا زندگیشان کلش هیجانی است. انسان منافق در زندگی خود هیچ احساس راحت نمیکنه. مثل چی وره؟ او کصیب من السماء، یا مثل است که مثلا در روز بارانی شما فکر کنید یک نفر در زیر باران است، فیه ظلمات و رعد و برق، در تاریکی هم است و رعد و برق هم است. اینال امی کسایی که دمی دشت ماندن در گوشهای خود چی نمیگیرن؟ انگشتای خود میگیرن، به خاطر که از امی صاعقه ها و از امی رعد و برق و از این چیزا خود نجات بده از ترس مرگ. منافق کل عمرش اینمی قسم دمی حالت قرار دارن. والله محیط بالکافرین، الله میگه به منافقا احاطه میکنه و اینا دمی هلاکتشان. جزای 15 منافق چی است؟ که زندگی سخت است. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک است که همین برق، همین رعد و برق چشمای از اینا از بین میره. کل ما اضاء لهم مشوا فی، یک همک روشنی شوه اینا در راه میره. و اذا اظلم علیهم، وقتی که پس تاریک شوه قاموا استاد میشن. دیده باشین هم یک کسی در حالت در دشت قرار داشته باشه. منافق اینمی حالتش برای همیشگی هست. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر الله بخواد شنوایی گوش و بینش چشمای از اینا از بین میبرن. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به همه چیز قدرتمند هست. این شد 3 طایفه که ما و شما گفتیم الله معرفی کرد: طیب، خبیث و اخبث. این 3 طایفه را در این آیات معرفی شد. حالا میایم در مطلب دوم که مقصد دعوت بیان میشه. مقصد دعوت توحید، مقصدش چی هست؟ از آیت 21 الی آیت 29 الله متعال معرفی میکنه. چه قسم؟ موضوع اول توحید و دلایل از او. مثلا الله متعال میگه که توحید بیان میکنه چی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ای مردم، خطاب جهانی هست و کل بشریت، که شما بیاین توحید عبادت قبول بکنین، عبادت بکنین ربتان را. دلایلش چی است؟ الذي خلقكم، او ذاتی که شما را خلق کرد، والذین من قبلكم، و کسایی که قبل از شما بود، لعلکم تتقون. این چند دلیل گفت؟ 5 دلیل. خلقت شما، خلقت انسانهای قبلی. باز از اون میگه که دیگه چی میگه؟ باز میگه الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. این او ذاتی که گردانید زمینه مثل فرش، آسمان مثل سقف، و انزل من السماء، ما از آسمان آب نازل کرد، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، میوه هایی که از این ثمرات شما میگیرین، میوه هایی که از این میگیرین، این رزق شماست. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، پس برای الله شریک نگیرین در حالی که شما میفهمین. حالا اینجا ما شما دیدیم که چند دلیل گفت. خلقت شما 1 دلیل، خلقت انسانهای قبلی 2 دلیل، گردانیدن زمین مثل فرش 3 دلیل، گردانیدن آسمان مثل بنا 4 دلیل، نازل نمودن آب و بیرون کردن ثمرات، این 5 دلیل الله متعال در اینجا میگه به خاطر توحید. دوم موضوع رد شرک است. وقتی که الله متعال توحید بیان کرد، شرک رد میکنه. چی میگم؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، برای الله شریک ها نسازه. انداد ند چی نمیگه؟ که ضد یک کس باشه. یعنی برای الله سبحانه و تعالی فرزند، پسر، شریک، مانند، ضد هیچ چیزا رو به الله نگردانین که اگر شما است. و موضوع دومی که در اینجا اثبات صدق رسالت است. الله متعال در آیات بعدی صدق رسالت چه قضیه بیان میکنه؟ اول چالش میده که امیر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن و سنت هست، قرآن عظیم الشان بر عظیم مردم ها میگه که خواب برشان چالش میده که و این کنتم فی ریب، اگر شما در شک هستین، مما انزلنا علی عبدنا، مما نزلنا علی عبدنا، از آنچه که ما نازل کردیم بالای بنده ما، فاتو به صورت مثله، بیارین یک سوره. شما خب میگین ما بسیار عرب های فصیح هستیم و بلیغ هستیم. الله متعال بر از چالش میده که بیارین یک سوره مثل از این. و دو شهداءکم، برین تمام بزرگایتان اونا رو بخواین، کسایی که متخصصین ادبیات هستن، دکترا دارن در ادبیات، دکترا دارن در فلسفه و دکترا دارن در منطق و دکترا دارن در امور مختلف، اونا رو هم دعوت بکنین، با امرای اونا یک سوره از قرآن بسازین.
این کنتم من دون الله، لکن بدون کمک الله، بدون کمک الله از قرآن استفاده نکنید، بخواین کل از اونا را. این کنتم صادقین اگه شما رسید. این حال وقتی که شما ایره نکردین، باز این حال الله بر از اونا تخویف میده و اینا را بیدینا را میترسانه و مؤمنین بشارت میده. فإن لم تفعلوا، بر بیدینا میگه که فإن لم تفعلوا، اگر شما این کارا نکردید، ولن تفعلوا و هرگز کردم نمیتونین، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، شما بترسین از او آتشی که هیزم از انسان ها و سنگ هاست، اعدت للکافرین، که آماده شده برای کافران. و بشر الذین آمنوا، باز اینال به مؤمنین چی است؟ بشارت است. اونا را خوف میده، موحدین برای مشرکین و مخالفین و بیدینا و کافرها خوف است، برای موحدین بشارت است. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و بشارت بتین بر کسانی که ایمان آوردن و اعمال صالحه کردن، ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، که بر از اینا جنت هایی است که جاری هست از زیر از اینا نهرها، جویبارها. کل ما رزقوا منها من ثمرات رزقا، هر وقتی که از ثمرات میوه های امی جنتی ها چی میکنن؟ یک دست خدا میگن این قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اوه این همون میوه هایی است که در دنیا هم موجود بود. یعنی در جنت دو قسم نعمت است، نعمت هایی که در دنیا هست، میوه هایی که در دنیا هست، چیزایی که در دنیا نعمت هست، این هم در جنت است، زیباتر و خوبترش. و باز نعمت های دیگه است که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر به قلب بنی بشر، نعمت های دیگه است که نه گوش شنیده و نه چشم دیده و نه در قلب ما و شما تیر شده. باز اون نعمت های دیگه جنت است که الله متعال ما و شما را نصیب بکنم. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اوتوا به متشابه، باز بر از اینا مشابه میوه های دنیا مثل انگور دنیا برش انگور میه، لکن انگور جنت او دیگه باز مزه خاص خدا داره. سیب جنت مزه خاص خدا داره. سبحان الله، الله نصیب ما و شما بگردانم. خب من تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة، برای جنتی ها همسرای پاک است. این همسرایی که در دنیا هست بعضی ناپاکی ها داره، یا مثلا در خوی خود بد اخلاق جنگره می باشه، یا مثلا در زبان خود مثلا تند می باشه، یا مثلا مریضی های می داشته باشه، مشکلات می داشته باشه. برای جنتی ها همسرای می باشه که اونا پاک هستن، از تمام عیب ها پاک می باشن. و حتی خود جنتی که به جنت میره، اونجا آیت قرآن میگه که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، تمام قلب امی انسان جنتی پاک شسته میشه که دیگه هیچ دو غل و غش و حسادت و کینه و این چیزا از قلب عزیز دور میشه. ولهم فیها ازواج مطهرة. خب آیا در این جنت که قدر نعمت ها هست، یک وقت انسان میگه خب این نعمت ها برای من داده شد، تو نشه که دیگه روز وقت ما پوره شد و بگه برای جنت، الله متعال میگه که نه، این بشارت هم برشان بدین که با هم فیها خالدون، در این جنت برای دائم میباشه. خب موضوع دیگه که حالا بیان میکنه، شبهات رد میکنه، حال شبهات رد میکنه، میگه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوده فما فوقها. الله متعال شبهات بعضی الله متعال مثال از پشه میگه، مثال از مگس میگه، مثال از چیزا میگه. الله متعال میگه که الله را حیا نمیگیره. ان الله لا یستحی، الله را حیا نمیگیره از چی؟ از اینکه یک مثال از یک پشه بده. چرا؟ بفرمایین شما خود در عصر تکنولوژی هستین، یک دانه پشه بسازین، یک وقت در یک جای خواستن که پشه بسازن، پرزه ها را جمع کردن اعضای آناتومی پشه را وقتی کل زیر بند مانند از پرزه ساختن، یک وقت که سعی کردن که همین پشه‌ها که کینا می‌خواستن این به اندازه یک هلیکوپتر گشت. وقتی که تو می‌خوای که با حکم الله مقابله بکنی، حال خیر شما لطف بکنین یک دانه پشه بسازین که تو امی آناتومی رو داشته باشه، به امی اندازه هم تو کوچک باشه. نتانستن. پس اینجا چی شد؟ الله متعال میگه که ما بعودتا، شما ببینید آناتومی و فیزیولوژی پشه یک دفعه مطالعه بکنین از نگاه ساینسی و تکنولوژی، بعد از اون میفهمین. یا الله مثال از پشه میگه فما فوقها، یا بزرگتر از این پشه هم مخلوق الله هست. اگر از آسمان و زمین و سیارات و از اینا گپ میزنن، اینا هم مخلوقات الله هست. لکن فرق در چی هست؟
الله متعال میگه که وقتی که این مثال ها بیان میشه، فاما الذين آمنوا، کسانی که ایمان دارن، فیعلمون، میفهمن انه الحق من ربهم، که این حق است از جانب پروردگارشان است. و اما الذين كفروا، اما کسانی که کافر شدن، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اینا چی است؟ کفار دیگه همیشه اینمی چی است؟ قیل و قال هست. ماذا اراد الله بهذا مثلا، الله به این مثالا چی میخوان؟ الله متعال میگه یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، با این مثال ها بسیار مردم چی میکنه؟ الله گمراه میکنه و با این مثال ها بسیار مردم ها را هدایت میکنه. و ما یضل به الا الفاسقین، در این گمراه نمیشن مگر فاسقان. آل چی هستن؟ بیان میکنه اعتراض امی فاسقا را، که فاسقا کدام مردم هستن که اعتراض میگن؟ الذين، کسایی هستن که ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، که اینا میشکنن عهد الله را بعد از عمو عهد کردن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و قطع میکنن آنچه که الله امر کرده که را وصل بکنن. و یفسدون فی الارض، و در زمین فساد میکنن. اولئک هم الخاسرون. موضوع سوم که است نعمت خلقت الله متعال بیان میکنه که 4 چیز است. کدام چیز است؟ اول نعمت خلقت اولی هست، که دوم نعمت خلقت دومی. خلقت اولی، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، شما خیش نبودین، مثل مرده ها بودین، این نعمت الله است که شما را زنده کرد. به این نعمت متوجه شوین. ثم یمیتکم، باز خبر میرسه که مرد فلانی میمورین، به چشمتان میبینین. ثم یحییکم، باز نعمت دومی است که شما را دوباره زنده میکنه. ثم الیه ترجعون، باز شما به سوی الله رجوع میکنین. خب سوم نعمت خلقت اشیای عالم بیان میکنه و نعمت خلقت آسمان ها را بیان میکنه. اشیای عالم چه قسم الله خلق کرد؟ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، تمام چیزها را الله برای شما خلق کرد. ثم استوى الى السماء، باز الله متعال استوا کرد بر آسمان، توجه کرد به طرف آسمان. فسواهن 7 سماوات، بازی 7 آسمان الله متعال خلق کرد. و هو بكل شیء علیم، به هر چیزی الله متعال عالم هست. این مسائل بود که ما شما گفتیم که موضوع اولی سوره بقره بود. آن موضوع دومی سوره بقره که هست چی هست؟ موضوع دومیش خلافت انسان در زمین هست. در اینجا از 3 خلافت صحبت میشه. خلافت ابتدایی آدم علیه السلام است. دوم خلافت بنی اسرائیل هست و عیب‌هایی که بنی اسرائیل از خلافت سقوط کردن، و خلافت کامیاب ابراهیم علیه السلام در جزء اول. این 3 خلافت بیان میشه. اول که از در خلافت آدم علیه السلام من حیث تجربه آموزشی و تمهیدی، آدم علیه السلام من حیث خلیفه الله خلق کرد. انسانها من حیث مسئولین خلافت در زمین، انسانها را الله قرار داد. الله متعال برای ملائکه چی گفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک، و هنگامی که رب تو گفت للملائکه، برای ملائکه، انی جاعل، ما خلق کننده هستم فی الارض، در زمین خلیفه را خلق میکنم. خلیفه کی است که حکم الله را در زمین الله مطابق دستور الله ای تطبیق میکنه. پس الله متعال گفت خلق ما میکنم. قالوا اتجعل فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء، ملائکه گفتن که یا الله، آیا تو کسایی را خلق میکنی که اینا خو الله متعال بر از اینا خبر داده که مخلوقی را که خلق میکنه این نفس داره و این کسی است که در زمین میتونه که خلافت زمین حکم الله را در زمین الله تطبیق بکنه. ملائکه از این انسان بخش مثبتش توجه نکردن، بخش منفیش چی بود؟ گفت که اینا وقتی که نفس داشته باشن یفسدوا فیها، فساد میکنن در زمین، و یسفک الدماء، و خون میریزانن. یا الله، اگر عبادت باشه نحن نسبح بحمدک، ما به حمد تو تسبیح میگیم، یعنی میگیم که تمام صفات کمال مربوط الله هست. و نقدس لک، و از تمامی عیبات را پاک میدانیم. قال الله متعال گفت انی اعلم ما لا تعلمون، ما میدانم آنچه که شما نمیفهمید. نقطه دومی که اینجا بیان میکنه تعلیم آدم علیه السلام برای آماده شدن به حمل امیر رسالت. آل رسالت است
رسالت خلافت است. کی باید را حمل بکنه؟ آدم علیه السلام. این آدم علیه السلام که خلق شد، این باید کی تعلیم بکنه تا این آماده شود که این مسئولیت به دوش بگیره، من حیث مسئول در زمین خلافت الله را چی کنه؟ تطبیق بکنه. الله متعال بر ازی تعلیم میده. اینجا در آیت قرآن چی میگه؟ وعلم آدم الاسماء کلها. الله متعال تعلیم داد برای آدم علیه السلام تمامی نامها را، ثم عرضهم علی الملائکه. آنچه را که برای آدم علیه السلام یاد داده که آدم علیه السلام از ظرفیت خلیفه بودن ازیره در زمین، این صاحب ظرفیت میسازن. کپیسیتی بیلدینگ یعنی ظرفیت سازی. این آل ظرفیت سازی کرد آدم علیه السلام. چه قسم الله ظرفیت سازی میکنه؟ این ظرفیت میده که این امی مسئولیت خلافت در زمین برداره. اینجا بسیار گپ دقیق است، باید متوجه باشین. برای آدم علیه السلام چیزهایی رو یاد میده که ظرفیت عالی آدم علیه السلام نشان میده. آل امیر الله متعال از ملائکه پرسان میکنه. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. بازی رو پیشکش کرد برای ملائکه. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. شما امین نام ها را بفرمایین. آنچه که برای اصطلاحات است، نام ها هست، چیزهایی که است اصطلاحات. علما در این باره زیاد بحث ها کردن. بعضیا میگن اصطلاحات سیاسی است، بعضیا میگن نام های چیزهای مادی است، بعضی وسایلی که در اون وقت موجود بود، بعضی چیزهایی که است. تمام از اینا شامل است. خلاصه چیزهایی را که ملائکه نمیدانستن. متوجه هستین؟ چیزهایی را که ملائکه نمیدانستن. اگر مثلا چیزهایی که در اینجا وجود داره و ملائکه میدانن، اون خو چیز نیست. چیزهایی را برای آدم علیه السلام یاد داد که ظرفیت شخصیتی آدم علیه السلام را در تطبیق خلافت در روی زمین و تحمل این مسئولیت برای ملائکه نشان بده. الله متعال بر هذه تعلیم داد و باز برای ملائکه گفت که وعلم آدم الاسماء، و تعلیم داد برای آدم علیه السلام نامها را کلها، تمامی را. کلها یعنی تمامی آنچه که ضرورت است برای برداشت این مسئولیت. ثم عرضهم علی الملائکه. باز پیش کرد برای ملائکه که وقتی من برای آدم تعیین تکلیف کردم، برای آدم تعیین تکلیف کردم و مکلفیت از خلافت در زمین ساختم و برای اولاد از اینا، اینی ظرفیت داره و اینی علمیت و اینی دانش و اینی فهم داره. میبینین ارزش فهم و دانش. فقال انبئونی. الله متعال گفت آل خبر بتین شما از آنچه که برای ما تعلیم دادیم، به اسماء هؤلاء، به نام این چیزها، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. قالوا سبحانك. ملائکه گفتن یا الله پاکی است بر تو را، بسیار بالا هستن ملائکه، معصوم هستن. لا علم لنا، ما علم نداریم، الا ما علمتنا، مگر آنچه که تو برای ما علم دادی. انک انت العلیم الحکیم. یقینا که یا الله تو علیم هستی، بسیار عالم هستی که از تمام امور با صفت لطیفت، از چیزهای نازک با صفت خبیرت از کل چیز خبر هستی. العلیم یعنی وقتی که صفت علیم الله گفته میشه، یعنی ذاتی که خبیر است، لطیف است، شهید هست، رقیب است. این کلش در صفت علیم الله به شکل عام که وقتی که علیم گفته میشه کل از داخل میشه. در پالوی ذکر الله تو ذات علیم هستی و از همه چیز با خبر هستی، از ظاهر و باطن و مخفی و از داخل ما و از امور آینده و تو. الحکیم، بسیار یا الله با حکمت هستی و حاکمی هستی که تو تشریع میکنی و تو قانون میسازی و تو حق و باطل تعیین میکنی. بناهن ما برای تو تسلیم هستیم. آل ظرفیت آدم علیه السلام و شخصیت علمی حضیره که تحمل مسئولیت خلافت زمین بگیره، آلی با انبیاء برشان چی میکنن؟ نشان میتن. قال یا آدم. الله متعال با آدم علیه السلام گفت یا آدم علیه السلام انبئهم باسمائهم. آن چیزی که اینا نمیفهمن تو برشان خبر بده. فلما انبأهم. وقتی که آدم علیه السلام آن چیزی که الله برش آموخته هست که این انسان چه قسم در زمین خلافت الله را تطبیق میکنه،
و چه قسم حکم الله رو در زمین الله تطبیق میکنه و چه چیزهایی برای عزیز ضرورت است. وقتی که این ضرورت ها را تمام نام ها و تمام چیزهایی که از اینا و اصطلاحات و یارا کلش میگه، قال الم اقل لكم، برای ملائکه الله متعال میگه من بر شما نگفته بودم که اینی اعلم غیب السماوات والارض، ما عالم غیب آسمان ها و زمین هستم. این انسان، این آدم ظرفیت از این داره که در زمین ما احکام ما را مطابق اوامر ما تطبیق بکنه. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، و ما بسیار عالم هستم آنچه که شما آشکار میکنید و آنچه که شما میپوشانید. اینال حصول مقام خلافت با احترام ملائکه. آل ملائکه فهمیدن که ارزش از این دارن. آل کل ملائکه باید چی کنن؟ کل از اینا به خلیفی که در زمین آل تعیین میشه بر ازی باید چی کنن؟ کل از اینا احترام بکنن که این مقام خلافت بر ازی تسلیم شد. آل شما کلتان بر ازی چی کنن؟ احترام بکنین. او وقت سجده چی بود؟ سجده احترام بود. بازی سجده احترام در مثلا در شریعت یوسف علیه السلام، در شریعت یعقوب علیه السلام، در شریعت های دیگه بود. در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده احترام ای منسوخ شد و ختم شد. حالا فقط سجده برای الله هست. لکن در اون شریعت ها چی بود؟ سجده احترام بود. الله متعال میگه برای خلیفه زمین که ظرفیتش شما فهمیدین و علمیتش شما فهمیدین، دانش شما فهمیدین، تمام ارزشمندی از فهمیدین، حالا شما برای ازنا چی کنین؟ احترام بکنین. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، باز بر آدم علیه السلام بر ملائکه گفتیم که کلتون برای خلیفه که در زمین هست که این مسند خلافت میگیره و در زمین میباشه و خلافت الله رو در زمین الله تطبیق میکنه، پس اینجا برای احترام بکنه. فسجد اسجدوا لآدم فسجدوا کل از اینا ملائکه سجده کردن الا ابلیس. ابلیس جن بود، ملک نبود، لکن خدا در بین ملائکه داخل کرده بود. آن خطاب بر زمین هم میشد. تمام از اینا که بود بر از اینا گفته شد که شما سجده بکنین. اینجا ابلیس چی مشکل داشت؟ حسادت داشت. معصوم نبود، حسادت داشت، تکبر داشت، غرور داشت. انسان حسود، مخلوق حسود و متکبر که بسیار مغرور باشه و متکبر باشه، این مثل ابلیس و بالاخره روزی از روزها کافر میشه، منحرف میشه. ابا و استکبر، ابلیس سجده نکرد. ابا و استکبر، ابا ورزید از حکم الله در مقابل امر الله. الله گفت حالا تو چی میکنی که آدم کی هست، از چه قسم؟ بر تو گفته شد که حکم الله هست، حکم الله هست که اینمی آدم در زمین الله امی مکلفیت بگیره. این ابا ورزید از حکم الله و تکبر کرد و استکبر و تکبر کرد. و کان من الکافرین، این از جمله کافرها بود. الله میفهمید که این مخلوق فریبکار است، دروغگوی است، خود در بین ملائکه داخل کرده، لکن این کافر است. الله مشناختیره. مثل که بسیاری کسا را مثلا ما و شما 20 سال پیش بسیار برش احترام میکردیم، اما وقتی که زمانه تغییر کرد دیدیم که بالاخره همون کسی را که ما بسیار ملائکه حساب میکردیم او از شیطان هم کرده بدتر شد. ما و شما به چشم خود میبینیم. خب آل الله متعال آدم علیه السلام تربیت بیشتر میکنه که باید دشمن خود بشناسه، جنگ فکری دشمن بشناسه، امتحاناتی که سر از ایره بشناسه. آل زمین خود نه پوانتون است، نه دانشگاه هست، نه مدرسه هست. بناهن جنت نخستین دانشگاه و پوهنتون و مدرسه هست. برای کی؟ برای آدم علیه السلام و برای بیبی حوا. برای چی؟ به خاطر از اینکه در اینجا اینا امتحانات ببینن، سختی ها را ببینن، مشکلات ببینن که چی وضعیت است، تا اینا درک بکنن که باز وقتی من در مسند خلافت در زمین میشینن، باز اینجا اینا بفهمن که دشمن کی هست، نیرنگ های دشمن چی هست، امتحانات چه قسم است، از این امتحانات خلاص شدن چی هست. این کل الله بر از اینا تعلیم میده. الله متعال میگه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، گفتیم ای آدم علیه السلام خودت با همسرت خانم در جنت باشین. و کلا منها رغدا حیث شئتما، از این بخورین، بسیار فراخ است، چقدر میوه ها و نعمت های جنت است، اینه بخورین در هر جای جنت که خواستین. خب امتحان هم است. ببینید آل تربیت چه قسم میشن؟ تربیت بدون امتحان میشه؟ کدام پوانتون شما دیدین که پوانتون باشه یا مدرسه باشه و در اونجا امتحان نباشه؟ نه، در امتحان معلوم میشه
اینجا باید امتحان است. آل آدم علیه السلام برش امتحان تربیه میده. ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشین، فتکونا من الظالمین، با شما از جمله ظالما، کسایی که بر نفس خود ظلم کردن. ششم، شناخت دشمن و برنامه‌های فکریش. الله متعال برای آدم علیه السلام در جنت نشان میده که دشمنش کی هست و دشمن چی برنامه‌های فکری داره. متوجه هستین؟ قرآن چقدر زیبا هست و چقدر برای ما و شما چقدر کتاب دانش است و فهم است و چقدر انسان از این لذت میبره. دشمن برش معرفی میکنه در جنت، در پوهنتون. جنت برش پوهنتون ساخته، دانشگاه ساخته، مدرسه ساخته. اینجا برش دشمن نشان میده و برنامه‌های فکری دشمن برش نشان میده. فازلهم الشیطان عنها، شیطان آمد در امی جنت پیش از اینا داخل شد. باز در آیات دیگه قرآن ما و شما میخوانیم که در اینجا باز شیطان بر اردوشان قسم میخوره. جنگ فکری، اولین مؤسس جنگ فکری کی است؟ ابلیس است. به آدم حوا ابلیس خو آل نمیتونه که با امر از اینا و جنگ فکری میخواد که اینا و قاسم هم برشان قسم میخوره که من بر شما نصیحت میکنم از اون میوه که منع شدین از این شما بخورین. این فقط یک چیز است، یک امر است، بسیار سر شما زیاد تاثیر نمیکنه. مثل بسیاری وقتا شما بسیاری چیزها را دیده باشین، بسیاری شیطان ها یا ابلیس هایی که شاگردای شیطان هستن، بهش انسان میگه که اگر شما این گناه را بکنید این پروا نداره، این گناه کبیره پروا نداره. تو یک گلاس شراب بخوری چی مشکل داره؟ یا مثلا تو به حجابی بکن چی مشکل داره؟ یا آرایش کم بکن چی مشکل داره؟ این چالها و جنگ فکری ابلیس از اول بوده هست. پس الله متعال برش نشان میده. ابلیس آمد بر از اونا و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، من نصیحتگر شما هستم. آل اینجا و برنامه فکری از اینا را آدم علیه السلام فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. این است شیطان با جنگ فکریش اینا را لغزان. اینا رفتن از همون چیزی که مثلا فکر بکنید، تصور بکنید 1000 قسم میوه در مقابل شما باشه، یک میوه بگی از این یک میوه یک نخوری، از اون یک درخته که یک چیزا از این نخور. خب 999 میوه هست، این چیزا هست. لکن اینجا مسئله امتحان است، جنگ فکری دشمن است و کار دشمن است. آل آدم علیه السلام دشمن خود که ابلیس است ایران میشناسه. اونجا سجده نکرد آدم علیه السلام، خب سجده نکرد، کافر شد. چرا؟ آلی کافر خودش شد دیگه. نه ای آدم، این کافر نمیگذاره که تو مسلمان باشی. کافر که خودش کافر شده آل میخواهد تو را هم بیدین بسازد، تو را هم در جنت نمیمانه، تو را هم با برنامه های جنگ فکری میخواهد تو را هم نابود بکنه. از اینجا الله متعال میگه اینا را لغزان شیطان فاخرجهما مما كان فيه، اینا را اردوشانه از جنت با دسیسه خود خارج کرد. این آیت قرآن رد است به عقیده یهود و نصارا. یهود و نصارا میگه که اصلا زن سبب شد که، یعنی بی حوا سبب شد که آدم علیه السلام این میوه را بخوره. الله از بی حوا در اینجا دفاع میکنه و میگه که نه خیر، شما نمیفهمین، اینا را اردوشانه شیطان سبب از این شد، ابلیس شد. و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. الله متعال میگه این دشمنا را شناختین، حال پایین شن بعضتان بر بعض دیگه‌تان دشمن باشین. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، جای استقرار شما در زمین است و شما متاع میگیرین در زمین تا یک مدتی. آدم علیه السلام وقتی که دشمن شناخت، اسالیب جنگ فکری دشمن شناخت، وسایلی که انسان گمراه میسازه و این هم فهمید که اگر یک نفر یک امر الله را، یک نهی الله را ایره مشکنانه چقدر خطرناک است. کل این چیزها را آدم علیه السلام وقتی کل از اینا را شناخت، آل آدم علیه السلام سرتیفیکیت گرفته، شهادتنامه را که در جنت عالمیه در زمین پایین میشه به خاطر تطبیق خلافت الله در زمین الله. آل آدم علیه السلام آل خواهد پیشش یک لغزش شد. خب ایره خود شیطان لغزاندشان، شیطان آمد برشان مکارگیری کرد. اینا مخلوقات جدید هستن، از بسیاری برنامه ها نمیفهمیدن. دو محصل در پوهنتون از پیششان این تو یک لغزش میشه. آلی چی کنن؟ فتلقى آدم من ربه، الله ذات رحمان الرحیم است، طریق توبه را برای انسان یاد میده. فتلقى، پس یاد گرفت آدم علیه السلام. چی را یاد گرفت؟ من ربه، از ربش. کلمات دیگه، کلماتی را که او کلمات بخوانی الله پس بالای تو توبه تو را قبول میکنه و رحمت خدا بالای تو نازل میکنه. اینجا چی است؟ فتاب علیه، الله رحمت کرد
دیگه درس توبه را برش داد. برگشته آدم علیه السلام و بی حوا توبه کردن، گفتند ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این کی برشان یاد داد؟ الله برشان یاد داد. به اساس چی؟ به اساس رحمت خود، چون یا در مرحله آموزش هستند و تعلیم هستند، برشان این تعلیم هم شد. پس آدم علیه السلام یاد گرفت، تلقی یاد گرفت، این کلمات از پروردگارش اردویشان باز گفتن. فتاب علیه، الله توبهش قبول کرد. انه هو التواب الرحیم، یقینا که الله بسیار پذیرنده توبه هست و بسیار مهربان است. این حال برش چی رو تعلیم میدن؟ آموزش مکلفیت اطاعت از تشریع الهی، که اگر شما تشریع قانون الهی را در زمین الله تطبیق میکنین چی نتیجه داره؟ و قل نهبطوا منها جمیعا، الله متعال میگه کلتان پایین شوین از جنت. جنت خب بالا هست، شما پایین شوین در زمین. فاما یاتینکم منی هدی، وقتی که از طرف ما حکم شریعت میآید، تشریع الهی میآید، فمن تبع هدایا، کسی که از شریعت الله مطابقت بکنه، این درس دیگه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بالایشان نه خوف است و نه هم جگر خون باشند. اما اگر کسی قوانین طواغیت را پیروی کرد و قوانین نفسانی را تطبیق کرد و حکم الله را تطبیق نکرد، این چی میشه؟ والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسایی که کافر شدن و تکذیب کردن به آیات ما، اینا اصحاب اهل دوزخ هستند و اونا طاغوت و پیروای طاغوت کلشان در کجا می باشند؟ در دوزخ. و هم فیها خالدون، و در دوزخ برای همیشه می باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله و استغفرك و اتوب الیک. اللهم صل علی محمد و علی ال محمد كما صليت علی ابراهیم و علی ال ابراهیم انك حمید مجید.